چرا بعضی چیزا رو باید یکی 10 بار تکرار کنه باز نمیفهمی. خیلی وقت خیلی تو پابجی بودیم بچه ها، فقط الان کسایی که اکثرا فقط پابجی موبایل میدیدن توی چنلن، بعد عادت کرده چششون به پابجی موبایل که میان تو استریم، من در حال پابجی زدن باشم، در حال انجام وظیفه باشم براشون. برای همین هر چقدر الان بگی کنار نمیام، بچه فایده نداره. مثلا میبینن یه چیز دیگه سریع اعتراضشون میاد بالا. برای همین چیزی که نمیتونیم درستش کنیم، مگه درست شدنی بود تو این 7 سال درست میشد. یه طرف بیاد اصلا چیز نکن، اینجوری رفتار نکن که ولش کن دیگه، کارش نمیشه کرد. تایتل خب بهشون بگو که تایتل استریم رو بخونن، کتگوری رو ببینن. بعد نمیخونه. میگم بهشون بگو که یاد بگیرن. میدونی چقدر گفتم کف کردم. ویور جدید دیگه داره میاد. اون موقع هر سری برای بچه های جدید باید یه دور از اول توضیح بدین. نظرتون چیه مثلا راجع به این فرهنگ استریم دادن و استریم دیدن؟ من یه ویدیو بذارم یه بار جمع بندی کنم اینا رو که دیگه بتونم هممون راحت باشیم. چون من خسته شدم حقیقتا. بگم مثلا تو تایتل استریم من نوشتم توضیحات رنکاپ و ریاکت. خب یعنی چی؟ یعنی توضیحات رنکاپ و ریاکت، یعنی چیزی به جزی نیست. تو استریم امشب رد کنی نمی نویسم تایتل استریمو، که اون کاری که می نویسم میکنم. باید یه درد یه ویدیو جامع کلن بشینم راجع به این موضوع توضیح بدم. خیلی دوست دارم یه بار جا بیفته که من دیگه چیز نباشم. مثلا بنده خدا ویور جدیده، مثلا فقط هم تو زندگیش پابجی موبایل دیده. خب من الان یه چیز دیگه ای از من میبینه. خب نمیدونم، من تو کل این مدت زمانی که استریم دادم نتونستم راه حلی برای این مشکل پیدا کنم. یعنی مثلا دو طرفه هم هستا. مثلا امروز کل تایمی که من داشتم تو استریم حرف میزدم راجع به رنکاپ، یه نفر داشت میگفت فورزا بازی کن. خب که بازم از کامیونیتی پابجی موبایل ایشون، من میشناسم ویور رو. یه چیز دو طرفه است و من تو این 8 سال نتونستم یه راه حلی برای این موضوع پیدا کنم. یعنی احساس میکنم یا باید جامع یه ویدیو راجع به این موضوع بذارم، بگم مثلا فرهنگسازی بشه راجع به این موضوع، که نمیدونم چقدر موفق بتونم باشم توی این مسیر فرهنگسازیه، یا هم قوانین رو به قول هانیپو عوضش کنیم، بذاریم آقا مثلا بشینید هر کی تو چت هر گیمی رو میخواد پیشنهاد بده. حالا اسم استریمر رو آوردن و نمیتونیم برش داریم چون اون خیلی دعوا و حاشیه و اینجور چیزا میشه. راجع به چیزای دیگه هم حرف میزنن. نمیدونم، شاید اصلا من دوست دارم مثلا خودم رو اول مسئول یه سری اتفاقات بدونم. چرا؟ چون اگه بخوام هی بندازم گردن شما درست نیست. خب مثلا خودم بگم خب اگه دارن راجع به یه چیز دیگه فقط صحبت میکنن، دلیلش اینه که خب شاید من آنچنان جذابیتی اون لحظه استریمم نداشته که طرف نشسته راجع به مسی داره تو چت من صحبت میکنه مثلا. خب دیدگاه اشتباهه دیگه. دیدگاه، آره احساس میکنم اشتباهه. به نظر شما میجوری؟ خب یک نفر ارسلان باشه توی این پلتفرم داره لایو میذاره و طرف فقط توی این کیک و یه دونه این آپشن رو داره استریم نگاه کنه، درست داری میگی. ولی هزاران تا هزار استریم هستش که میتونه طرف بره باز کنه و علاقه خودش رو پیدا کنه. با ویدیو فرهنگسازی اگه قرار بود درست شد، تو اون 3 سال تویش درست میشد. بحث فقر و شعور و فرهنگ و استریمیدنی که انگار نمیخواد جا بیفته. به من میدونیم مشکل من با اسم استریمر آوردن چیه؟ خیلی روک بگم 2 تا دلیل داره. یکیش این که دعوا حاشیه میشه. مثلا یه نفر میاد میگه تو چت من، میاد میگه های پویم فلان ارسلان های پویم. بعد یه نفر تو چت من، تو چت ایکس اصلا میگن های پویم. بعد یه نفر تو چت ایکس میگه که بابا های پویم کیه که اصلا فلانش نمیدونم فلان میگن. یه نفرم میگن های پویم خیلی دوستش دارم فلان و اینا. بعد دعوا میشه، بحث میشه، نمیدونم چیز میشه، چون ما هم یه ذره سر یه سری چیزا خیلی حیثیتی برخورد میکنیم، سر یه سری چیزایی که نباید حیثیتی برخورد میکنی. مخصوصا تو کامیونیتی پابجی موبایل که مثلا طرف یه دونه
از دید بعضیا اینجوری، از دید بعضیا واقعا اینجوری دیده میشه که یه نفری وقتی اکانت خوبی داره واقعا از باباشون بیشتر بهش احترام میذارن. واقعا این هست، بعضیا اینجوریه، نمیدونم چرا. و مثلا تو یه ذره اون حیثیتی میشه قضیه، تعصبی میشه قضیه، طرفدارا دو دسته میشن، چت یارو به هم میریزه سر یه اسم منی که اونجا اومده. خب که حالا همین قضیه احتمال چت منم اتفاق بیفته و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ استریم، چت استریم چت من نیست، چت اون یاروه، دارن راجع به اون یارو صحبت میکنن هر کی هست. خب و در نهایت مسئولیتش هم با منه. آقا تو چت تو واسه چی داره یه نفر به من فوش میده؟ من نمیتونم برگردم به یارو بگم آقا چت طرف نظرشو میگه دیگه، میگه خب پاک کن، مگه تو قابلیت نداری چت طرف پاک کنی؟ یکی این مشکل به وجود میاد. مشکل دوم، مثلا دیروز بچه‌ها اومدن تو چت دارن برای من مینویسن دایی جانو لایوه، دایی جانو لایوه، دایی جانو لایوه، دایی جانو لایوه، 20 بار نوشت طرف تو چت. خب من تعداد ویورم رو در لحظه نگاه نکردم که ببینم در چه حاله. برگشتم بهش گفتم مردک، جانو خیلی پلیر خفنیه، یکی از بهترین پلیرهای فعلی پابجی موبایله که اصلا من خودم میشینم لایوش رو نگاه میکنم. خب تو نمیگی مثلا میای تو چت من مینویسی جانو لایو، 4 نفر از لایو من میرن، ویور من کم میشه، به یه نفر غیر ایرانی داری ویو میدی غیر مستقیم، چون یه نفرم ازش پرسید کجا لایوه. یعنی چی؟ یعنی بگو کجا من برم از این استریم. خب اون یه مورد رو نمیتونم قوانینشو قبول داری. طرفای من اگه جایی اشتباه دارم میگم نظر بدید توی چت، الان جاست چت داریم با هم دیگه همه چیت میکنیم صحبت میکنیم. نمیتونم این یه مورد رو ساده ازش بگذرم و از قوانین چتم حذف کنم. ولی راجع به گیم پیشنهاد دادن باز یه ذره میتونم منطقی تر برخورد کنم، بگم آقا طرف مثلا سی آف تیوز بازی کردن منو بیشتر از پابجی موبایل بازی کردنم دوست داره، یعنی چون داره به من میگه بازی کن، یه ذره برام قابل درک تره. میدونی مثلا میفهمم اونو. یا مثلا دارم سی آف تیوز بازی میکنم، طرف میگه برو پابجی موبایل بازی کن، مثلا من چیزی میشه. ولی اون یه مشکلی داره که ما قبلا یه بار بهش خوردیم. اون یه مشکل دیگه ای داره که قبلا ما بهش خوردیم. چی بود؟ من قدیما همچین قانونی توی چتم نداشتم. داشتم یه بازی دیگه بازی میکردم، کل چت شد برو پابجی برو پابجی برو پابجی برو پابجی. بعد طرف اومده بود در نهایت نوشته بود تو چه استریمری هستی که کل چتت دارن میگن برو پابجی نمیری پابجی؟ میدونی یعنی اونجوری چیز میشه. احساس میکنم مثلا من دولت یه کشوری هم باید اینجا دموکراسی برقرار کنم، به نظر اکثریت احترام بذارم. من به یه ورم هم نیست واقعا. من کار خودم میخوام بکنم. برنامه اون شب استریم من چیه؟ من دقیقا همون کارو میکنم. یعنی یه چیزه مثلا میگه تو چه استریمری هستی که نمیدونم همه بچه ها دارن میگن برو پابجی تو نمیری پابجی، ما با پابجی تو رو شناختیم فلان و اینا. بعد کل چت میشن علیه من، علیه منی که بابا مثلا بدی به کسی نکردم، ما اومدی تو استریم دیدی پابجی موبایل نیست چرا نرفتی؟ و این یه مشکل داریم میگه. نمیدونم راه حل چیه واقعا، من نتونستم راه حلش پیدا کنم. اگه میگید کلا اون قانون رو از تو چت ور داریم، هر کی هر گیمی میخواد پیشنهاد بده، ولی خب تبعاتی هم داره دیگه. این چی؟ کامیونیتی ایران، مثلا کامیونیتی پابجی موبایل، راجع به کامیونیتی فارسی صحبت نکنم، کامیونیتی پابجی موبایل طرف رو فالو نمیکنن، اون کریتور رو فالو نمیکنن به خاطر اینکه کریتور رو دوست دارن، اون کریتور رو فالو میکنن به خاطر اینکه این گیمر رو دوست دارن. این اشتباهه به نظر من. شما کریتور رو باید زمانی فالو کنین که چون خودش رو دوست داری، نه به خاطر گیمش. دابش نکنین، فالوش نکنین وقتی فقط صرفا اون گیمر رو دوست دارین. چنل یوتیوبش رو ساب کنین که فقط اونجا اون گیم مورد علاقه شما که پابجیه رو میذارین دیگه. چون مثلا این چنل استریمش رو که امکان داره گیم های دیگه بازی کنه رو فالو نکنین، چنل گیمش رو فالو نکنین، چیزی که خودتون دوست دارین رو فقط فالو کنین. صرفا ارسلان تا حالا شده تو چنل اصلیش، مین چنلش مثلا چه فورزا بذاره براتون؟ این کارو نمیکنه چون میدونه مخاطبا اونجا پابجی دوست دارن ببینن. ولی راجع به استریمش همچین قولی به کسی نداده که اینجا من فقط پابجی موبایل بازی میکنم. از روز اول هر گیمی دلش خواسته اینجا بازی کرده. ببین توی کامیونیتی گیمینگ گنده تر از آریا که نداریم. مثال میزنم، آریا هم تو استریمش قوانین چتشو بزنی میگه آقا لطفا گیم پیشنهاد ندید. یعنی فکر کنم تقریبا همه همین باشن.
مثلا سامساوری هم همینه، مثلا همه همینن. گیم پیشنهاد ندید. یعنی چیزیه که تو کل کامیونیتی احساس میکنم همه دارن سعی میکنن جا بندازن. یعنی یه جا دوست ندارم ویور رو مقصر کنم، ولی احساس میکنم از ویورها هم یه سری کارا برمیاد که تو این زمینه یه قدمی به جلوتر برداریم. حالا یه چیز ناراحت کننده دیگه هم که هستش، مثلا خودتون رو بذارین جای مثلا کریتور یا طرف که داره استریم میده، تو جمع رفیقاتون نشستین دارین راجع به یه تاپیکی صحبت میکنین، خب هیچ کی حرف شما رو گوش نمیده، همه بین خودشون دارن راجع به یه چرت و پرت دیگه دارن صحبت میکنن که اصلا ربطی به اون شخصی که داره برای شما صحبت میکنن. چرا اینجا مثلا پابلیک چت تلگرام که نیستش؟ خب چرا نمیرین پابلیک چت تلگرام زده شده، چت دیسکورد هستش، پابلیک چت دیسکورد هست، اونجا برین حرف بزنین. آخه نمیدونم. کلا سخت تعداد بالا رو مدیریت کردن با کلی سلیقه و تفکر و هیچ جوره نمیشه 100% رو موافق نگه داشت. اصلا ببخشید اینو میگم ولی وظیفه ما مدیریت کردن چت نیست. خیلی روک بگم، من استریم نمیذارم که چت رو مدیریت کنم، استریم میذارم که محتوای خوبی بسازم. مبصر کلاس که نیستیم ما اینجا. مثلا مادریتور اگه میذارن، مثلا استریمرهای خارجی رو مثال میزنم، مثلا از مانگول اگه توی چتش مادریتور داره واسه اینکه یه نفر نیاد لینک سایت فلانو بذاره ویور بره کلیک کنه بدبخشه، یا مثلا میگه یه نفر توهین میکنه توی چت با یه نفر دیگه دعوا میکنه، مادریتور بتونه چیز کنه، یا یه نفر اسپم میده کاراکتر زیاد میذاره بتونه اونو کنترلش کنه. خب مثلا چیزای خیلی ساده ای رو مادریتورهای خارجی مبصری میکنن. حالا مبصری یعنی حواسشون به چت هست. یعنی اصلا وظیفه من نیست مدیریت کردن این همه آدم، چون این همه آدم در نهایت میان محتوای منو ببینن و خب در مرحله اول اگه محتوای من اون چیزی نیستش که تو نمیخوای ببینی، خب برو. یعنی چرا نمیری استریم بعدی؟ این همه آدم استریم. یعنی نمیدونم، یه ذره هم برام سواله آخه، مثلا اون وابستگیه به من این وسط هستش که مثلا دوست دارن همش من یه کاری رو براشون بکنم یا هر چیزی که هست ولی بحث انرژی هم هست. مثلا تو واسه استریم شاید میخوای بیای فلان گیم رو بازی کنی، خب برنامه میریزی، ساعت میذاری، مثلا وقت میذاری، میای بازی میکنی، یکی میاد یه فاز دیگه ای میده، اون انرژی که تو قراره به ویور بدون از تو میگیره. دقت کرده باشه مثلا هی میاد اسپم میده فلان کن فلان کن، تو ذاتا اون تمرکزه مثلا از آدم حسابش خورد میشه دیگه. فکر کن مثلا تو وقت گذاشتی داری مثلا فلان ایونت رو اجرا میکنی تو پابلیک، تو چرا این گانو برداشتی، چرا داری فلان میکنی، این ناخودآگاه داره تاثیر میذاره تو اون. شنیدین مثالی که میزنم راجع به این موضوع برو یه گیم دیگه برو یه گیم دیگه، چون خیلی شبیه، همتون شنیدید ولی اونقدر مثال خوبیه که یه بار دیگه میزنم. مامانت داره قرمه سبزی درست میکنه، خب داره قرمه سبزی درست میکنه و کل تمرکزش، کل برنامه‌ای که تو ذهنش چیده اینه که امشب شام قرمه سبزیه، برای تو و برای کل خانواده یه برنامه‌ای چیده توی ذهن خودش. و تو میری کنار گاز وای میسی، میری تو آشپزخونه، زرش پلو کی میذاری مامان؟ زرش پلو نمیذاری. چرا زرش پلو نمیذاری؟ و مامانت که خیلی مشابهه با من استریمر، مثلا میگم آقا خب الان اینو دارم درست میکنم، الان این چیزیه که من برات آماده کردم. بعد تو برمیگردی میگی مثل ویورایی که یهو میپیچونن، نه دایی ما حرفمون این نیست که برو فلان و اینا، فقط میخواستیم بدونیم که مثلا کی پابجی موبایل میزنی. اشکال نداره، من فقط 23 بار تو چت پرسیدم کی پابجی میزنی، وگرنه منظورم نیست از این گیم برو بیرون. مشابه همونه، مشابه همون. میگه نه مامان من نمیگم که قرمه سبزی تو رو دوست ندارم، فقط میخوام بدونم کی زرش پلو میذاری، کی زرش پلو میذاری، چرا زرش پلو نمیذاری، همینا. من قرمه سبزی دوست دارم. حالا مثلا شام که حاضر میشه نمیخوری یا چون دوست نداشتی از اول، چون میره اون ویور در نهایت از استریم، ولی تو اون انرژی منفیه رو به مامانت دادی موقع غذا درست کردن که موقعی که غذا رو گذاشت جلوت بگه بیا کوف بخوری.
خب همینه، یعنی داغ زهر مارت بشه. دقیقا همین اتفاق میفته، چون اون انرژی منفیه رو بهش دادی، چون اصلا یه کار دیگه داشت میکرد، تو یه کار دیگه ازش خواستی بکنه. حالا این قشنگترین مثالیه که راجع به این موضوع میتونم براتون بزنم. حالا این بحثا همه جا هست، چه تو کامیونیتی ایران چه خارج. نه تو خارج نیست، نه دیگه بیاد قبول کنیم تو. نه 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 نه، من تو چت XQC همچین موردی رو تا حالا مشاهده نکردم. مثلا تو چت از مونگول، تو چت هیچ استریمر خارجی، چون من کلا تنها کسی که دنبال میکنم استریمرهای خارجی. یوتیوب هم میخوای باز کنم، ولی ناکن جو روگن، لندمارک، بعد ACU 50 دقیقه پیش ویدیو گذاشته کی، بعد از مونگول، بعد هاوس ام دی، دفت پانک، پنگوینزیه. اینه من کلا که دارم. گفت کامیته پابجی موبایل بود. کامیتی پابجی موبایل منظورته؟ کامیتی پابجی موبایل نمیدونم. دیگه خودت ترک مثال زدی بابا. مثال زدم، میدونم چی داری میگی. مثلا تو کامیونیتی انگلیسی هم آیا این مشکل رو داریم؟ مثلا وینسنیتی هم مشکل ما رو داره که میشینه گیم دیگه میزنه کل چتش میشه پابجی یا نه؟ چون من ندیدم استریمای وینسنیتی رو، نمیتونم بگم. چیزی که دیدم و فقط دارم میگم، نمیخوام نتیجه گیری کنم از چیزی. من ناامیدم نسبت به این موضوع خیلی. این هم اکانتش فیکه اصلا، این اومده این ریج بیت بود مثلا، اینا رو من عادت کردم مثلا یه چیز عادی. اکانت فیک زده اومده مثلا عمدی یه چیزی بگه که اعصاب ما رو خورد کنه. اینا هم هستن لابلاشا. اینم بگم که مثلا اشتباه متوجه نشید، یه سری ها هستن واقعا سادیسمی هن. سادیسم جسارت نباشه یه موضوعی که هست. این دایی داره، ببخشید بزنید چتشو بخونم بعد میکروفونو میدم به خودت، چون من خیلی حرف زدم ببخشید. دایی جسارت نباشه یه موضوعی که هست الان، اگه بگیم شما الان از داخل کامیتی پابجی بین تمام گروه سنی مختلف محبوب تری نسبت به بقیه، چون باهات واقعا حال میکنن. و چیزی که من واقعا زیاد دیدم، به این دلیل بازی رو نمیتونن مثل شما بازی کنن، سر همونه براشون استریم تو هیجان خیلی زیاد داره. به نظرم به دل نگید، شما جز محدود استریمرایی هستی که واقعا بیشتر افرادی که میان به خاطر خودت میان و اون دسته که اسپم میکنن به خاطر این دلیل بالا هستش. آفرین. منم به خاطر همین نمیخوام خورده ای به کسی بگیرم. میدونی منم خیلی اگه دقت کردید از اول صحبت تا الان من مثبت بودم و حتی گفتم من راه حلی برای این موضوع ندارم، نمیخوام به کسی زور وارد کنم. دیدید که یعنی سعی کردم مثبت نگاه کنم. مثلا دایی اومد گفت روم بذار، گفتم شاید تازه اومده توی چت. یعنی سعی میکنم اینی که شما خیلی هوای ما رو دارید و هیچ جوره من انکارش نمیکنم، اینی که از روی علاقه است خیلی از اینا رو هیچ جوره من انکارش نمیکنم، ولی جریان چیز نشه دیگه. جریان این نشه که من فردا خواستم برم یه گیم دیگه داخل استریم بزنم، مثلا نشستم 2 دقیقه گیم دیگه بازی کردم، اصلا گیمم بازی نکردم، مثلا الان نشستم حرف زدم، طرف نیاد بگه برو روم بزن. میدونی مثلا احساس کنم که دارم باهاتون ارتباط برقرار میکنم. حرف من اینه، وگرنه نه خورده‌ای به کسی میگیرم، نه دوست دارم کسی رو ناراحت کنم، نه بهتون میگم نمیدونم شما بی فرهنگید فلان و اینا. اصلا صحبت اینا نیست. صحبت اینه که یه ذره دو طرفه باشه همه چیز. همین. منم احساس اون راحتیه رو با شما بکنم، چون بیشتر تو پابجی دیدنه. به خاطر همین که آره یکی از که گیمی که من باهاش معروف شدم پابجی موبایل، اینو که انکار نمیشه کرد. ولی خب من مثلا تو تیم ملی کال آف دیوتی ایران بازی میکردم. میدونی مثلا یه چیزی که کسی راجع به من نمیدونه. و استریمرایی هستن که اینو تاییدش کنن. مثلا از حمید استفان واقعا برید بپرسید، تیم فیتال کال آف دیوتی ایران مثلا بهتون میگه که خود حمید استفان تیم کینگ بازی میکرده، اونم توی تیم ملی بوده. خب و مسابقات بین کشوری ما میرفتیم. مثلا من چند 14 سال 13 سالم بود این مسابقات رو میرفتم. یعنی من اصلا گیمرم، من خوره گیمم، مثلا ایپکس، کالاف، پابجی موبایل، هر چیزی. یعنی بازی دیگه که من تو چند گیم من بازی میکنم و اگه ببینید خیلی سعی میکنم خوب بازی کنم اون بازی رو تا حد توانم. یعنی برای کسی که منو بشناسه این اطلاعات خوبیه. یعنی
میدونم که دوست دارید بازی کردن گیم‌های دیگر رو از سمت منم ببینید. میدونم که اونایی که قدیمیان دیدن که من تو وارزونم اولین رکورد کیل دنیا رو ما زدیم. یعنی اینا رو من بدون هیچ گندگویی دارم بهتون میگم، یعنی اولین رکورد کیل دنیا رو توی وارزون ما زدیم. وارزون تازه اومده بود. یعنی مثلا من همه جوره صد خودم رو تو همه بازی ها میتونم بذارم. ایمم قویه، واقعا ایمم قویه. تو ایم لبزم رکورد دارم همه اینو. یعنی میگم که شما هم انرژیه رو به من بدید، من اون انرژیه رو از شما بگیرم که شاید اصلا من توی یه بازی دیگه ای یه چنل یوتیوب فردا زدم بتونم 1 میل ساب بگیرم توش، میدونی مثلا دیگه همچین چیزی. انرژی دو طرف است دیگه. من اون این فرصت رو به هم دیگه بدیم. یعنی همین. من بدون خورده گرفتن نمیدونم حرفا بد حرفا رو زدم، بد رسوندم حرفامو. احساس کنم یه ذره گندگویی کردم وسطاش، ولی خب مجبورم بگم که منو بشناسید، که بدونید میتونم. میتونم واقعا. ذاتا دیدن دیگه، دیدن مثلا تو گیم جدیدی که میری بازی میکنی تا حالا شده یه گیم جدید به همین، میدونی اینو من از این فشار میخورم. اگه مثلا شخصی بود که میرفت یه گیم جدید بازی میکرد و پس گیم بر نمیومد، بعد بازیش میکرد، نوب بود یا فلان بود، خوش نمیگذشت بهتون، حق داشتین مثلا توی چت بنویسین، حالا خارج از سلیقه که گیم رو دوست نداشته باشین. ولی وقتی میبینین طرف هر گیمی میره داره واقعا میترکونه توی گیم، نمیدونم یه ذره ناحقیه دیگه. ولی یه نکته ریزی بگم، چی؟ یه نکته کوچولو. این مسئله خیلی بستگی داره به اینکه تو میخوای چه کریتوری باشی. تو اگر کریتوری هستی که میخوای فقط صرفا بیای لایوتو بذاری، پولتو در بیاری، خیلی روک ویوتو بگیری و بعدش بری خدافظ خدافظ، خب تو باید به حرف کسایی که میان توی چتت مینویسن بری جلو. ولی اگر کریتوری هستی که دنبال اینی کامیونیتی بسازی و یه 4 تا چیز جا بندازی و یه 4 تا چیزم تو برسونی متقابلا به کامیونیتی، تو به مخاطبات، اینتراکشن داشته باشه. تو باید بهشون مثلا 4 تا گیم جدید یاد بدی، 4 تا چیز تلاش کنی، زحمت بکشی تا جایی که ممکنه با امکان داره برات. واسه همین سخت، زحمت داره، ولی خودت اول مسیرتو باید مشخص کنی. به نظر و منم بد شما رو نمیخوام اینم بگم. بچه‌هایی که رفتن واقعا مثلا این حرفهانیه کاملا درسته. من دارم در ادامه حرفهانیه چیزو میگم، اون تعامل بین مخاطب و ویور رو دارم میگم. گادمیر چطوری؟ خوش اومدی. سلام 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 سلام. سلام. مزاحمتون چیز نیستم. نه استریم داریم جاست چت میکنیم. این اوکی. جریان تعامل بین مخاطب و استریمر در ادامه حرفهانیه بگم، مثلا من به شما دلتا فورس رو معرفی کردم و خیلی ها رفتن دلتا فورس رو بازی کردن، اومدن به من گفتن دمت گرم، ما از پابجی نمیتونستیم در بیایم، رفتیم یه 2 تا گیم دیگه بازی کردیم پشمامون ریخت، مثلا سخت بود چقدر مثلا. و مثلا طرف رفت دلتا فورس بازی کرد اومد، اما علی چطوری؟ خوش اومدی. طرف رفت دلتا فورس بازی کرد، چون بازی سخت تری از پابجی موبایل، وقتی برگشت تو پابجی موبایل بازیش بهتر شده بود، ایمش بهتر شده بود، ریفلکسش بهتر شده بود. چرا؟ چون دلتا فورس بازی سخت تری. آرنو بریک اوت مثلا من معرفی کردم، میدونی مثلا من بوده. وانس هیومن رو مثلا معرفی کردم، برید یه ذره مثلا بخونید اطلاعات بازی رو بگیرید. مثلا وانس هیومن کمتر چیز کردن چون خیلی انگلیسی میخواست، ولی کسایی که انگلیسی مسعود چت مسعود از وانس هیومن نمیتونستیم درش بیاریم و خب رفته توی اون بازی واقعا خوب یاد گرفته، یه بازی جدید یاد گرفته. ببین دنیای گیم دنیاییه که شاید به چشم گیم نگاه کنی، ولی تو یه اسکیل جدید داری توی بازی یاد میگیری، مثل زندگی واقعیه و تو یه اسکیل جدید داری یاد میگیری و توی یه دنیای گیم داری خودتو لول اپ میکنی. خب و بچه ها میان مثلا به من میگن آقا عجب گیمی معرفی کردی، دمت گرم. خب یعنی یه دو طرفه است. من مثلا وقتی دارم یه کار متفاوتی تو استریم، مثلا شاید امشب نشستیم ایس گیم پلی ایپکس لجندز ایس یو رو دیدیم، شاید علاقه‌مند شده باشید به ایپکس لجندز، شاید فردا 4 نفر برن بازی کنن بیان بگن دمت گرم بابا عجب بازی معرفی کردی، پشمامون ریخت. یعنی حرف هانیه اینه که اینتراکشن بین من و شماست. من میتونم بیام بشینم اینجا روزی 3 ساعت 4 ساعت پابجی موبایل هم بازی کنم، پولم در بیارم، خدافظ همین. بیمه از دیگه. به آه. هر حال
بهتین چطوری؟ خوش اومدی. سلام. سلام. ببخشید منتظر بودم. من تازه دیدم اومدی دیسکورد. یعنی اینجوری بود که مثلا بدون هیچ اینتراکشنی با شما دیگه، از من همینقدر، از شما هم همینقدر. حالا شما هر کاری تو چت میخواید بکنید، دعوا میخواید کنید، فوش میخواید بدید، هر کاری میخواید بکنید، من میام استریممو میدم، پولمو در میارم، خدافظ. اینم هستش. یعنی اون یه روشی بود که میتونستم انجام بدم و خیلی هم انجام میدم و اونام اشتباه نمیکنم به نظرم. شاید دلشون میسوزه میخوان ویو بیشتر بگیر، دلشون نسوزه به نظر من، چون هر کریتوری برای خودش یه سری افرادی داره دور و برشه. کریتور خودش آیکیوشو داره، باور کنید نالجشو داره، مثلا میبینه چه گیمی بیشتر ویو میخوره، میدونه چه جوری میتونه ویوشو ببره بالاتر، چه جوری بیشتر پول در بیاره. اگر اون کارو نمیکنه مطمئن باشین یه استراتژی دیگه ای داره، یه برنامه دیگه ای داره که بیشتر به نفعشه. وگرنه کیه که از ویو بیشتر بدش بیاد؟ فکر نمی‌کنم هیچ کسی بدش بیاد از ویو زیاد و پول زیاد. واسه دوست دارم هممون پیشرفت کنیم، هم کامیونیتی پیشرفت کنه، هم استریمرها پیشرفت کنن، مثلا هممون دور هم دیگه یه فضای سرگرم کننده ای رو بسازیم. مثلا من میشینم بازی ایکس رو بازی میکنم، مثلا میشینم چه میدونم الدن رینگ بازی میکنم، چت با من چیز کنن، اینتراکت کنن، تعامل کنن چت با من. مثلا یه نفر بگه فلان بیل رو بزن، فلان کارو کن، فلان کارو کن، و مثلا یه چیز جدید از شما یاد بگیرم. و مثلا 4 نفر که میان توی چت میگن اینا دارن راجع به چی صحبت میکنن، من چرا عقبم احساس میکنم، چرا دیدی آدم کنجکاو میشه اینا دارن چی میگن. مثلا من میرم تو چت، یه نفر میبینم همه دارن راجع به چی صحبت میکنن، یه ذره استیرو میزنم عقب ببینم چیه جریان. مثلا اون تعامله بین همه باشه که همه راحت بتونیم با هم دیگه ارتباط بگیریم و پیشرفت کنیم. ولی خب یه سری مانع‌هایی سر راهمون هست که حالا آخر صحبت‌ها نیاز داره به اینا هم اشاره کنم. اولا بر باعث و بانیش لعنت، چون همه پیسی ندارن تو ایران بشینن الدن بازی کنن، همه پلی استیشن ندارن، با اینکه پلی استیشن چیز گرونی نیست واقعا، ولی همه ندارن بشینن نمیدونم کال آف دیوتی بازی کنن، وارزون بازی کنن، ولی همه یه دونه گوشی رو دارن. مثلا شیائومی ارزون خیلی هم خفنه، همه دارن، مثلا همه میتونه، همه دستشون به پابجی موبایل نمیرسه، همه دستشون به پابجی موبایل میرسه ولی همه دستشون به مثلا اکسپدیشن 33 نمیرسه. میدونی مثلا اینم یه چیزیه که قابل ذکر هست. یعنی اون مشکل اقتصادی مملکت هم هستش که مستقیم یا غیر مستقیم باعث این موضوع میشه. چون مثلا اگه همتون با الدن رینگ آشنایی داشته باشید، همتون اگه بتونید الدن رینگ بازی کنید، هیچکی پابجی موبایل بازی نمیکنه دیگه تو ایران. یعنی خیلی مطمئن بهتون بگم، یعنی خیلی کم میشن تعداد پلیرهای پابجی خیلی کم میشن. همتون اگه بتونید وارزون بازی کنید، پابجی موبایل خیلی تعداد پلیرش کم میشه. همتون اگه بتونید دلتا فورس بازی کنید به همین منوال. انتقاد کن علی جون، بفرما. چون برعکس، چون نداره بخره باید بیشتر کنجکاو بشه، گیم پلی های بازی دیگر رو ببینه، بگن پابجی رو که خودش داره و بازی میکنه. یه مانع کوچیک دیگه ای هم وجود داره و اینو نمیدونم، کاملا غیر مطمئن دارم میگم، زبان انگلیسیه. احساس میکنم 100% هست. مثلا بهتین انگلیسیش خوبه، بهتین انگلیسی رو گادمیرم انگلیسیش خوبه. مثلا بابا کجا یاد گرفتن زبان انگلیسی رو؟ از گیم. خب من الان انگلیسی رو خودم از اسکایریم یاد گرفتم مثلا. یعنی مثلا از گیم من از آموزشگاه زبانی که میرفتم، اونقدری که اسکایریم به من انگلیسی داد یاد داد، آموزشگاه زبان یادم نداد. حالا ولی خب مثلا طرف حرفا رو نمیفهمه توی یه گیم، مثلا دیالوگای بین کاراکترها رو نمیفهمه، داستان بازی رو نمیفهمه. مثلا یه چیزی که چرا این به ذهن من رسید، چون مثلا الدن رینگ انگلیسی چیزه مدیواله، یا انگلیسی کلمه‌های قلمبه سلمبه است. کلمه‌های قلمبه سلمبه نیست، نه کلمه‌های مدیوال، نه. یعنی انگلیسی ساکسونا رو صحبت میکنه. دقیقاً خب انگلیسیشون که من اون زبون رو بلدم،
از کجا بلدم؟ از دراگونز داگما بلدم، چون دراگونز داگما هم همون زبون رو صحبت میکنه. نمیدونم دیدی یا نه. اصلا همون مدل، همون کلمات رو مثلا نمیگن یو، میگن داو، یا مثلا نمیگن میگن ذی. خب مثلا اینجور انگلیسی چیزا. لوریه. انگلیسی لوری. مثلا اونم هستش. مثلا برای همین الدن رینگو خیلی بچه ها مخالفش بودن و اینقدر تو چت رفتن رو مخ ما، چون اونی که انگلیسی رو بلدم نمیفهمه اینا دارن چی میگن. حقم داره. خب مثلا چه میدونم put aside your foolish نمیدونم چی چیز، نه یه چیز دیگه میگه thou نمیدونم چی اون چی بود مارجیتون All میکش tarnished. thou foul varnished مثلا یه چیزی میگه. اون منم اولش نمیفهمیدم، اینجوری شدم اولش چی داره.